سلام، به جوپیتر خوش اومدید. من بهرام لطفی و اینجا استودیو ثریایی هاست. توی این قسمت می‌خوایم راجع به سینمای جنگ یا سینمای ضد جنگ صحبت بکنیم با خانم فرزانه متین، منتقد سینما، و آقای محمد تقی‌زاده، همچنان روزنامه‌نگار. در خدمتتون هستید. خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم. خب فکر میکنم در درجه اول ما باید بیایم ژانر جنگ و ضد جنگ رو از هم جدا کنیم. فکر میکنم که تا زمان جنگ ویتنام خب ما یه ژانری داشتیم مثل سایر ژانرها، حالا به عنوان ژانر جنگ بود. می اومدن فیلم های جنگ جهان در رابطه با جنگ جهانی اول یا دوم می ساختن و حالا بیشتر می اومدن در تقبیح آلمان می پرداختن. آلمان یا گروه متحدین می اومدن در واقع میشه گفتش که ارتش انگلیس، فرانسه، آمریکا اینا رو خیلی می بردن بالا. ولی تقریبا با ورود آمریکا به جنگ ویتنام یه تغییر مسیری پیدا کرد و میشه گفتش که آثار جنگی تقریبا یه خورده سکوت کردن و یه آثاری ساخته شدن به نام ضد جنگ. از این جهت که اومدن به آثار مخرب جنگ و اون آسیب‌های روانی، غیر از آسیب‌های فیزیکی، آسیب‌های روانی که به مردم زده میشد پرداخته شد از هر دو سو، حالا چه از طرف آمریکایی‌ها چه از طرف ویتنامیا. این شدش که ژانر ضد جنگ از اون موقع یه تعریف مشخصی پیدا کرد و وارد سینما شد. به خاطر این ما خیلی مثل فیلم‌های فورد کاپولا مثلا اون موقع تقریبا میشه گفتش، چون اونم یه در مورد جنگ ویتنام یه فیلم داره دیگه، اینه که آخر زمان درسته؟ آره، ولی میشه گفتش که اگر ما بخوایم در اون زمینه بگیم که فیلم‌های استنلی کوبریک در زمینه جنگیش اکثرا اون فیلم‌های ضد جنگه. غلافنامه فلزی. آره، یکیش تقریبا اونه. خب یعنی دو طرفو داره نشون میده. آره، یه راههای افتخار. یا اگر اون طرفو نشون نمیده، داره اون آسیب‌های روانی که جنگ کلا زده میشه و بهتره که پرهیز بشه توش نمایان بشه. تو غلاف تمام فلزی، ببخشید میام وسط صحبتتون، اصلا تو غلاف تمام فلزی اون سربازه دیگه از اون فشار اصلا هنوز به جنگ هم نرسیدیم. یعنی تو جنگ نیستیم، هنوز تو آموزش و اینایی، انقدر فشار میاد بهش که خودکشی میکنه. فیلم ضد جنگ ولی محسوب میشه دیگه. آره، اصلا هنوز هم به جنگ نرسیدیم و شاهکاره به نظرم توی حالا فیلم‌های ضد جنگ. حالا وارد جنگش میشیم، من خیلی دوست ندارم اون قسمتی که قبل جنگه. برای من خیلی جذابه اینکه یه آدم دوچار یک دگرگونی این چنینی میشه تحت اون فشاری که بهش میارن واسه اینکه تبدیل به یک سرباز بشه. بله دیگه الان ژانر ضد جنگ و حالا میگن صلح‌آمیز به عنوان یه ژانر اضافه شده و خیلی هم فیلم‌ها در این زمینه ساخته شده که حالا میشه گفتش که از این فیلم‌ها میشه ما بگیم مثلا 10-12 تا فیلم‌های آنچنانی هستن که از IMDb مثلا نمرات بالای 8 گرفتن و یا تنها فیلمی که فکر می‌کنم از IMDb در زمینه ضد جنگ نمره 9 رو گرفته فهرست شیندلر هست. آنتیوار میشه انگلیسیش؟ ضد جنگ؟ نه گفتن نه. که میگن من نمیدونم صلح‌آمیز کلا شده اسمش. آره میگن ضد جنگ و فیلم‌های صلح‌آمیز. میگن در ژانر ضد جنگ و صلح‌آمیزه. حالا دیگه اون اصطلاح انگلیسیشو نمیدونم. 2 تا انیمه هم در این زمینه ساخته شده. اتفاقا یه انیمه ژاپنیه که مال جنگ جهانی دومه، مدفن کرم‌های ابریشم یا حالا کرم‌های شب‌تا. یکی هم هستش والس با بشیر که به قتل عام صبرا و شتیلا میپردازه. بله، این کارگردانش مجاری تبار اسرائیلی بوده و حالا فیلم اگر اشتباه نکنم محصول 2008 تولید رژیم صهیونیستی و فرانسه و آلمان هستش. ولی خب این کشتاری که نشون میده توی اون انیمیشن خیلی جالبه، اومده یه نوع بی‌طرفی رو در نظر گرفته ولی از یک سو کاملا وجهه بین‌المللی اسرائیل رو از بین برده و حتی نامزد اسکار هم شدش که حالا پیروز برنده نشد. 2020 به بعد آره؟ نه 2008. خب 2000 به بعدش تو 2020 دیدیش؟ نه خیلی وقت پیش دیدم. ولی بعد چیز شده یه حالت خاصی هم داره انیمیشنش. یه انیمه یعنی انیمه هست ولی واسه بزرگسالاست. بله واسه بچه نی انیمیشن. انیمه ها اکثرا خیلی برای بچه‌ها. ببینید حتی انیمیشن مدفن کرم‌های ابریشم هم مخاطبش بزرگسالانه،
چون شما برای بار 20م هم که این انیمیشن رو ببینین گریه‌تون میگیره در مورد اون بمبارهانا، اینکه دوتا کودک بی پناه هستن و چه جوری بر اساس سوء تغذیه میمیرن. اصلا خب یه چیزیه که تا الان در رابطه با اون دارن صحبت میکنن. حالا این چیزایی گفتی به نظرم، حالا دوستانی که دوست دارن فیلم های تو این ژانر رو ببینن، خب خانم فرزانه دارن فیلم های خوبی رو معرفی میکنن، میتونن همینا رو ببینن. به نظر من این برنامه برای اونا خیلی مفیده. راجع به حالا فیلم هایی که ضد جنگن یا جنگیان، فارغ از این که ضد جنگن یا جنگیان، به نظر من میشه فیلم هایی که توش جنگ هست رو به دو دسته تقسیم کرد. فیلم هایی که در مورد خود جنگه، یعنی داره صحنه نبرد رو نشون میده، مثلا کانیمانگای ایران. دقیقاً. یا خیلی فیلم های حمله به H3 و اینها، فیلم های جنگی خیلی زیادی ما داریم. به این دو تا دسته که یکیش فیلم‌های خود فیلم‌های جنگی هستن که تو جبهه داره میگذره، یکی فیلم‌هایی که در مورد انسان‌ها و خانواده‌هایی که اصلا تو جنگ شرکت نداشتن، یعنی نظامی نه، غیر نظامیانی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتن. یعنی غیره یا عواقب؟ آره دوتاش. آره، یعنی هم غیر از اون مثلا رزمنده فرمانده و اینا، دقیقاً. هم عواقبش. مثلا حالا شما خارجی میگی من ایرانی، مثلا اون فیلم منیر قیدی اینجوری بود دیگه. فیلم اولش چی بود؟ فیلم اسمش ویلایی ها اصلا جنگ نبود، اینا پشت چند آره چند تا تقریبا در مورد خانواده هایی بود که نظامی نیستن، عواقب هم نبود، همون موقع بود ولی غیر از چیز بود. دقیقاً. اینا فیلم‌های جذاب‌تری ان، انگار ما هر چقدر از جنگ‌های مثلا جهانی و اینا دورتر میشیم، یا مثلا توی ایران از جنگ ایران و عراق دورتر میشیم، فیلم‌ها از فیلم صحنه نبرد و خود جبهه جنگ میرن به سمت اینکه برای خانواده‌ها چه اتفاقی افتاد و اونا انگار فیلم‌های موندگارتری ان، دراماتیک‌ترن دیگه. آره، فهرست شیندلر درامش جذاب‌تره. ولی خیلی جالبه، میگم قبل از اینکه ژانر ضد جنگ معرفی بشه، باز ما با یه فیلمی روبرو بودیم که حالا کمدی دارک بود، حالا به صورت طنز بود. این فیلم دیکتاتور بزرگ، حالا نمیدونم دیدین دیگه. بله دیگه، هم نویسندگی، کارگردانی، یا تهیه کنندگیشو داشت. این بودش که به هر حال چارلی چاپلین خودشو به جای هیتلر زد دیگه و اومد در ستایش صلح و انسانیت یه سخنرانی کرد که همچنان وقتی سخنرانی آدم گوش میکنه مو به تنش سیخ میشه. یعنی خیلی قشنگ بود. با اینکه زمانی که فیلم اصلا تولیدش شروع شد یه زمانی بودش که اصلا نازیسم تهدیدی برای جهان نبود. البته که خب 3 سال روند تولیدش یعنی به طول انجام میده. 1940 این فیلم تولید شد و جوری هم یعنی اکران شد، جوری هم که حتی آلمان اصلا اجازه نداد که این فیلم بخواد روی پرده سینماش بیاد و ممنوع کرده بود. با این حال گفته میشه خود هیتلر این فیلمو مخفیانه که میدید و کلی هم میخندید و خوشش اومده. حتی ما میگم قبل از اینکه بخواد ژانر ضد جنگ معرفی بشه، ما با یه فیلم شاهکار مثل دیکتاتور بزرگ روبرو هستیم. چیزی از جنگ و آنچنانی به ما نشون نمیده، ولی خب به هر حال اون سخنرانی خیلی به دل میشست. شما صحبت نگی راجع به فیلم‌های جنگی؟ نه، این تقسیم بندی خیلی جالبی کردی به نظرم. آره، من همیشه تقسیم بندی جالبی می‌کنم. نه، بین جنگ و ضد جنگ من اینو خیلی خوشم میاد. یکی که خود جنگو داره نشون میده، حالا مستاقای ایرانیش مثل همین حمله به H3 که گفتی، کانیمانگا، و خیلی یه فیلمی بود که یعنی تو ایران بعد از دهه 60 خیلی دیگه زیاد شد فیلم‌های اینجوری که خود جنگو نشون بدن و اینا. و یه بحث دیگه بخش عواقبشه که تأثیراتی که میذاره و حالا تأثیرات بعد رو خود رزمنده هاست، مثلا خیلی از همین فیلم‌های حاتم کیا، آژانس شیشه، مثلا آژانس شیشه ای، اینا اصلا یه دقیقه هم جنگ نداره ولی همش متأثر از جنگ دیگه. حالا من به نظرم اینا ضد جنگه، ولی حالا تعریف ضد جنگ رو شما یه جور دیگه میگید و این هم یه خیلی گونه مهمیه. شاید به خاطر اینکه خانواده ها رو درگیر میکنه و از اون صحنه‌های اکشن توش خبری نیست، فیلم‌های محبوب تری هم باشه. چون مثلا الان تو جامعه ایران به نظر من مردم به اشباع رسیدن. حالا اصلا الان بحث جنگ اسرائیل اینا هست، بذارین کنار، ما قبلش رو میگیم که صلح مطلق بود، اصلا کسی فکر جنگو نمی‌کرد. انقدر فیلم جنگی و یعنی اکشن‌های سر صدا دار دیده بودیم که من با خیلی صحبت می‌کردم، میگفتم مثلا فلان فیلم مثلا کاری نداشت کی بازی میکنه کی ساخته، جنگیه نه،
ولی از اون ور فیلم‌های تو همون فضا مثلا فیلم‌های حاتمی کیا به خاطر اینکه میومد تو خانواده‌ها و یه نگاه دیگه‌ای به سینمای جنگ داشت، هم خود حاتمی کیا محبوب شد تو ایران هم فیلماش. بنابراین این تقسیم بندی تو ایران اینجوریه دیگه. این خیلی باهات موافق نیستم. یعنی تو میگید صرف این که فیلم جنگی مخاطب دوست نداره، درسته؟ ببین بحث اینه که تو ایران من میگم اشباع شده اصلا. من میگم نه. ببین نگاه ما ایستاده در غبار رو داریم. خب ما ایستاده در غبار داریم، مخاطب میبینه، دوست خب داره. ببین ایستاده در غبار مستاق حرف میزنی خیلی خوبه. ایستاده در غبار دقیقاً یک استثناء. یعنی ما دیگه بعد میگم یعنی فیلم نداریم در اون حد، واقعا فیلم نداریم. فیلم اگه خوب باشه ولی فیلم اگه خوب باشه یا تنگه ابوقریب هم جنگیه. ایستاده در غبار هم جنگی، همه داره تو جبهه میگذره. ولی تنگه ابوقریب اصلا در مقابل ایستاده در غبار به اندازه اون رسید. نه اصلا کاری ندارم با کیفیتشون کاری ندارم. میخوام بگم هر دو فیلمشو میگم. ولی در یه حدی مخاطب دوست داره دیگه. به نظر من خیلی نمیدیدم. ببین فیلم اگه خوب باشه به نظر مخاطب دوست داره، چه فارغ از اینکه جنگی باشه نباشه. ولی من دارم یعنی اون که تو داری میگی یه چیز تئوریکه، یعنی ذهنیه، منتالی، که بله فیلم خوب هر ژانری باشه خوبه. ولی ما چیزی که داریم میبینیم تو سینمایی که تو سینمای ایران الان فیلم جنگی برخلاف سفارش دهنده‌های دولتی و ارگان‌ها که الان تو چند سال اخیر بسیار اصرار دارن که فیلم جنگی باید ساخته شه، اصلا مردم این چیزو ندارن. یا به قول تو شاید کیفیت خوب نیست که ندارن، شاید اینجوری بهتر بگیم. به هر حال ما داریم خب ببین میرن فیلم جنگی رو به کسایی سفارش میدن که کار بلد نیستن. ببین الان ما چند سال ببین مثلا ما فیلم مجنون چند سال پیش بهترین فیلم جشنواره فجر شد، تا الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم این فیلم هنوز اکران نشده. ولی موسیقیش انقدر خاص بود، اگه اشتباه نکنم موسیقی آقای انتظامی بود دیگه، مجید انتظامی. فکر می‌کنم موسیقی این فیلمو بالا می‌برد، یه جاهای پایین می‌آورد. برای من انگار موسیقیه داشت داستانو تعریف می‌کرد. ولی ببین در کل یا به قول تو کیفیت فیلم‌های جنگی این سالام خوب نیست، این قطعا درسته، یا اینکه مردم چیز ندارن، اقبالی ندارن. ولی در کل این به هر دلیلی باشه به نظر من الان جامعه میگه، حالا بعد جنگ اسرائیل که اصلا یه بحث دیگه شد، اون ظرفیت این فیلم‌ها رو نداره دیگه، باید خیلی خوب باشه. یعنی ببین الان دقیقاً تو زدی وسط خال، ایستاده در غبار تنها استثناء این فیلم‌های سینما. یعنی تو تنگر هم که میگی، تنگه اصلا نتونست چیز کنه، تنگه اصلا نتونست موفقیت اون ایستاده در غبار، حتی خود مهدویان تو ماجرای نیمروزاش هم نتونست ایستاده در غبار بشه. یعنی یه ایستاده در غبار ساخت و که بله قهرمان داشت، جذاب بود. ببین آخه اونم داشت یه ایستاده، ببین اونم حالا من کاری ندارم رئیس چی، اون داشت یه ساختار شکنی میکرد از یه فرماندهی که ما اولین بار یه فرمانده زمینی جذاب داشتیم، عصبانی میشد. ما کدوم که فرمانده‌مون همشون مهربون فلان، عصبانی میشد فلان میکرد، اونم یه فاکتوری داشت که ولی در کل سریع بخوام بگم اینه که به نظر من دیگه تو سینمای ایران باید خیلی کیفیت عالی داشته باشه که مردم بیاد اون سینما رو. میگم باز بحث جنگ اسرائیل خیلی فرمولا رو به هم میریزه، چون مردم ایران مردمی هستن که به شدت به نظر من مردم غیر قابل پیش بینی هستن. مثلا انتخابات اینو میگه، کسایی که بیرون میان مثلا همه میگن ای فلانی، ولی خیلی وقتایی که چیز نمیشه تا لحظه آخر حداقل رو نمیکنن. ولی تو بحث سینمایی هم الان دیگه ظرفیت اون فیلم جنگی نیست. الان ببین آسمون غرب شکست خورد، چیز دیگه تلویزیون، الان همه منتظر خدای جنگ بودن که تلویزیون گذاشت که حالا همزمان با چیز شد. خدای جنگو در حد اوپنهایمر ایرانی داشتن چیز میکردن، بهش لقب داده بودن، خیلی بردنش بالا. من واقعا نتونستم تو جشنواره ببینم، بعدش هم تو تلویزیون که دیدم اونقدر جذاب نبود که مثلا بخوان چیز کنن، ولی یه سری طیفی انقدر پشتش در اومدن که ببرن بالا. ولی به نظر من جامعه الان ظرفیت اینا نداره دیگه بعد جنگ اسرائیل که هیچ. روحی تو چیزی نداری برای گفتن؟ به نظرم خیلی مبسوط صحبت کردین. به نظرم یه سوال بپرسم، حالا نظرتون رو بگین. ما یه سری ژانر حالا تفکیک کردیم تا یه جایی، فیلم‌های ضد جنگو، یا حالا داریم فیلمایی که طرفدار جنگ باشن، یعنی بگن جنگ خوبه مثلا. حالا این یه نکته خوبه. نه بعید میدونم همه جا. خب جنگ به عنوان یک امر
زشت و ناپسنده. باشم معمولاً دفاع آره. بیشتر میام دفاعش. ولی جالبه که قهرمانای جنگو میان چیز میکنن آره. جنگ اینجوری که اونا بوده، میان ما دفاع اینجوری میکنن بودیم. دیگه. آره قهرمان یا پروری اکشنش مثلا ولی جذابیتش جالبه که زدن. توی این سبک فیلم های ضد جنگ و جنگی و اینها اون ژانر کمدیشون بیشتر مخاطب و جذب میکنه، چه داخلی چه خارجی. یعنی از اون مثلا حالا بیوتیفول لایف فکر کنم خیلی کمدی، خیلی هم خوبه و تبدیل میشه به درام و دراماتیک و مثلا ته قصه. و داخلی هم مثلا اخراجی ها خب بحث فروشش، بحث قصهش، بحث اینها. یا عقاب‌ها مگه لیلی با جنگی من نیست؟ است و عقاب‌ها الان تماشاگرترینه. نه کمدی هم نیست. منظورم اینه که مخاطب بیشتری رو جذب میکنن. عقاب‌ها دیگه، عقاب‌ها هم جنگیه هم پر مخاطب نه، یه آره، چیز ولی دیگه اون داره یه دونه میگه. است. داره میگه وقتی ولی اون این یه دونه ژانرها است. رو قاطی می‌کنیم، مثلا جنگی رو با یه ژانر دیگه قاطی می‌کنیم مثل کمدی که الان ایشون هم گفتن فیلم چاپلین آره، داره دیکتاتور ژانر بیشتر جنگ بیشتر رو مخاطب و جذب آره، با اینکه مخاطب- جنگیه و در مورد جنگه و ولی اصلا کمدی کلا مخاطب بیشتری آره. داره. حالا با جنگ هم که قاطی میشه دیگه قاعدتا کار خودش رو می‌کنه. ما اگر یه جنگی کمدی خالی در داریم، جنگی اشل کمدی. خودش، یعنی با توجه به اون ژانرش درست ساخته بشه، نه البته کمدیای ایران. البته به غیر از من می‌دونید که ایشون یکی از لیلی ضد کمدی ترین اشخاص. حالا ببینید خب حرف مثلا از لیلی کمدی با بزنی من آلرژی. است، من حرف شما رو قبول دارم، بازم اخراجی ها رو قبول دارم، ولی ما امروز الان با یه فیلم صدام روبرو هستیم اصلا واقعا فاجعه آمیزه. من از آقای پدرام پورامیری میترسم که بیاد در مورد جنگ 12 روزه 10 سال دیگه بخواد یه کمدی بسازه. بگی باز این هواپیماهایی که ما دیدیم ستاره‌های دنباله دار بودن. تیکه بعدی. صدامو من ندیدم. تیکه نمی‌تونم بعدی بود. نظر بدم. من وارد آقای پدرام امیری فرصت میدم که بیاد صحبت. آره میتونن که بیان. تو بعید میدونم بیان. مرتبه بیان ما خیلی در خوشحال مورد میشیم. صدام میگم نقده منفی نوشتم دیگه مرسی. بالاخره. ادامه بحثمون رو بدیم. یه بخشی از فیلم‌های جنگی، یه بخش مهمیش حالا راجع به جنگ جهانی اول و دوم و اینهاست، یه بخش خیلی زیادی از فیلم‌ها مثل پیانیست یا فهرست شیندلر به ماجرای آشویتس میپردازه، هولوکاست. بله، درست میگم؟ هولوکاست. آره، یه بخش درسته. عمده از فیلم‌ها که تو اون موضوع ما فیلم‌های خیلی خوبی داریم. دو تاش این سریال‌های دیگه‌ای داریم. خیلی فیلم‌های آقا خوبی پیانیست ساخته که بر شده. اساس واقعیت، یعنی همون شخص، اسمش هم خیلی سخته. حالا یعنی به آلمانی بعد تلفظ بشه، به لهستانی برای من که خیلی سخت بود. اگه اشتباه نکنم سال 1948 کتابشو مینویسه و بعد حالا در تقریبا 50-60 سال بعد فیلمش ساخته میشه که آدری برودی اگه اشتباه نکنم وقتی که اسکار رو گرفت، اسکارشو تقدیم کرد که به همون پیانیست، به اون شخص. اونم میشه گفتش که هم قهرمان پرور بود و هم زندگی نامه بودش. بله. یه بخشی هم از فیلم‌های چند تا فیلم الان من اسمشون خاطرم نیست، راجع به حالا همین یهودیانیه که حالا جنگ میشه، اینا قایم میشن توی یه سری خونه‌ها و مدت خیلی زیادی مثلا تو زیرزمین یه خونه مثلا یه سریال هم بود 2-3 سال پیش ساخته شده بود، نوری در تاریکی. آره فکر کنم نوری در تاریکی بوده که یه خانومی بودش که در واقع افراد برای منشی بود، افراد یهودی رو توی خونهش در واقع به عنوان پناه میداد. اینم جالب بود. پنهان می‌کرد. پنهان یه موقعیتی حالا پروپاگاندای یهود هم اینجا خیلی آره چیزه. همینو می‌خواستم که بگم. بگه آقا چقدر یهودی‌ها ضعیفن آره فلان. چقدر بهشون ظلم شده چقدر در بهشون تاریخ. مثلا اگر اشتباه نکنم اسکار که برگزار شد خیلی سعی کرد روی فیلم‌های یهودی مانور بده، هرچند که خب حالا اون فیلم بورتالیس نتونست اول بشه، ولی نقش اول مرد رو باز دادن به آدرین برودی و من مطمئنم به خاطر همون جریان یهودی توش خیلی غالب بوده این قضیه، چون جایزه دادن. بازی برودی اصلا نسبت به پیانیستش خیلی ضعیف بود توی بورتالیس و حتی نقش مکمل مردم به کسی دادن که این فیلم رو میتونید سرچ بکنین. روحی این فیلم رو سرچ کن. من در موردش هم مطلب نوشتم ولی اصلا مکمل مرد اسکار نقش پارسا. اسکار اینم یه پارسا رو بیار. فرد مکمل مرد یهودی بوده که مادر بزرگش یهودی بوده، زمان هولوکاست فرار میکنه به آمریکا، نوش
برمیگرده به لهستان، در قالب یه تور به لهستان میره و از اون حالا میشه گفتش که جایی که حالا هولوکاست هست و اینا بازدید میکنن و میرن خونه مادر بزرگه و باز نقش مکمل مرد رو به اون پسره میدن، در صورتی که خیلی بازیگرایی، یعنی خیلی اگر که اون فیلم رو دیده باشین نسبت به کسایی که نقش مکمل داشتن بازی ضعیفی داشت. یعنی میخوام بگم که همچنان یهود و این قضیه تو اسکار دادن هم تاثیر داره. اسکار دادن همیشه حالا تاثیر داره. بحث های سیاسیش هم بذاریم کنار. یعنی فیلم های خب زیادی راجع به این ماجرا ساخته شده و صحنه های غالبشون، میزانسنشون اینه که ما یه تعدادی زیادی آدم میبینیم، یهودی میبینیم، تعداد خیلی زیادی، 500 تا 1000 تا، خیلی زیاد، که اینا توسط مثلا 4 5 تا 10 تا 20 تا آلمانی هر کاری که این آلمانی‌ها میگن اینو انجام میدن و این به نظر من میزانسن احمقانه ایه. نمیخوام کلمه رو بگم. هر فیلمی خیلی زیاده، فیلمایی که راجع به این کشتار یهودیاست خیلی زیاده دیگه و ما میبینیم مثلا 5 تا 10 تا 20 تا تفنگدار هر چی میگن اینا همه عمل میکنن، مثلا همدیگه رو میکشن، میبرن میسوزونن، اینا هر چی میگن دیگه انجام میدن. در حالی که ما یه صحنه شاهکار داریم توی اون سریال چرنوبیل، اگه دیده باشی یه جایی میان یه تعدادی کارگر که فکر کنم 20 تا بیشتر نباشن کارگرا، میان این کارگرا رو بردارن ببرن چرنوبیل که اونجا کار بکنن و اینا میدونن که اونجا تشعشعات هسته‌ای هست و براشون مضره، اینا نمیخوان برن، میخوان مقاومت کنن. اینا 4 تا تفنگدار با خودشون آوردن، میگه اگه نیاد مثلا میکشیمتون. و اون طرف که جلوه میگه مثلا تو اندازه تمام ما مگه فشنگ داری؟ خیلی منطقیه، میگه آقا مثلا تعدادمون بیشتر از شماست، در هر صورت شما همتون میمیرید، ما ممکنه مثلا نصف اون بمیریم. یعنی میخوام بگم این میزانسنه انقدر احمقانه است که این همه آدم واسطادن اونجا و 4 تا آلمانی مثلا دارن به اینا دستور میدن که چیکار کنن. آقا مثلا تو شورش کنی، نهایت تو میمیری، تو که داری میمیری، تو امروز نه فردا میمیری، پس فردا میسوزونن. خب الان یه شورشی کن، حداقل 2 تا از اون آلمانی‌ها رو هم بکش دیگه. این میزانسنه به نظر من خیلی احمقانه است و تو اکثر فیلم‌ها و سریال‌هایی که راجع به این ماجرا من دیدم هستش و واقعا منو آزار میده. نمیدونم شما آزار داده یا نه؟ تو رو خیلی چیزا اذیت میکنه؟ باز من در مورد فیلم‌های ضد جنگ اگر که بیایم خارج از حیطه جنگ جهانی اول، دوم، یهودی، این ماجرا بپردازیم، فیلم نارنگی هاست. نمیدونم نارنگی رو تماشا کردین؟ من یه چیز قبل از اینکه نارنگی رو بگم خیلی جالب بود برام. اکثر فیلم‌های ضد جنگ آمریکایی هستن. یعنی اینم جزو اون سیاست‌هایی بوده که حالا به یهودی‌ها جایزه میدن، ولی اینکه این حجم از فیلم ضد جنگ تو آمریکا ساخته بشه اینم یه پوینت مهمیه که باید بهش توجه کنیم. خب نارنگی‌ها درسته. به این نارنگی‌ها خب اومده بود به مسئله آبخازیا اگه اشتباه نکنم پرداخته بود، جنگ بین 92-93 بین استونیا و گرجستان بود دیگه اون جنگ. و اینکه خیلی جالب بود توی یه منطقه مرزی افراد همه در حال برداشت محصول نارنگی بودن که خب اونجا اون منطقه جنگ زده شد و جیپای روسی اومدن و برای جنگ و همه فرار کردن، 2 تا کشاورز باقی موندن و اینا اصلا براشون مهم نبود. اون نارنگیه انگار که اون نارنگی سمبل زندگیه براشون. همچنان این نارنگی ها رو میچیدن توی یه جعبه‌هایی که نشون میداد اینا حامل مواد منفجره است. یعنی این جعبه ها رو میسازن که توش بمب، نارنجک و اینا بسازن، ولی اینا دارن جعبه هایی میسازن که توش نارنگی ها رو قرار بدن. از اون میان 2 تا سرباز باقی میمونن، حالا یکیش مال اون جبهه بوده و یکی هم مال اون جبهه. جفتشون هم زخمی میشن و اینا با هم شروع میکنن کاری خوندن و دعوا و که بذار من حالم بهتر بشه پدرتو در میارم و خب اینا رفتن خونه این 2 تا کشاورزه. یک کشاورزه برگشت گفت تا زمانی که زیر این سقف هستین حرف از انتقام نباید بزنید و به تدریج اینا میدونین با اون چهره انسانیت، با اینکه 2 تا فرد از مرزهای جداگانه بودن با 2 تا زبون مختلف، یه خورده به تدریج نشون داد که چگونه انسانیت داره در اینا متبلور میشه و این خیلی قشنگ بود. حالا نمیدونم شما فیلم نارنگی‌ها رو دیدین، خیلی هم کارگردانش برای من نامش سخت بود، من اون روز پیدا کردم. خیلی خوبیه ولی خیلی انگار یه مقدار محجوره، جزء فیلمایی که خیلی محجوره، من اینو قبول دارم.
اون احمد بود سرباز اجیر شده چچنی، اون یکی هم نیکو بود سرباز گرجستانی، که حالا این دوتا در واقع با هم دوست میشن، انگار که متوجه میشن که از یک اعضای، میگن که همگی ما از یک پیکره وجودی هستیم. این هم به همین صورت بود، یعنی اون انسانیت رو در چهره همدیگه دیدن و یه جیپ روسی دوباره برمیگرده و سرنوشت همه اینا رو عوض میکنه و این نشون میده که هر کاری بکنی، تو هر چقدر زندگی رو دوست داشته باشی، بخوای از جنگ دوری بکنی، در نهایت این میشه گفتش که زندگی تو در دستان جنگ هستش. این جنگه که زندگی تو رو، سرنوشت تو رو رقم میزنه. درسته. مرسی که با ما بودید. حتما برامون کامنت بذارید اگر شما هم فیلم جنگی یا ضد جنگی خوبی دیدید، حتما تو کامنت ها برامون بنویسید که ما هم تماشاش کنیم. تا یه جوپیتر دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار.